داداش تمام کن دیگه. ببین اول بمون یه لحظه آقا بیرنگ حواست باشه من اینجا اومدم یه عالم بار دادم دست مشتری دنیا مشتری گرفتم داری میای وسیله رو بردار بیار دست خالی نه یا هم بزن آره با خودت بیار اسی پلشت بابا به اون نسیه ندی یا نده اون بدی صاحب آره نده بابا بده بره همه چی خوبه بابا خدا رو شکر جامونم خیلی عالیه دست در نکنه همه چی اوکی ها همه چی اوکی دست در نکنه آره اونم هوامو داره آره نه بابا هیچی نمیتونه آه من قربونت بشم این لوبیا پلوات دلم واسه یه سر شده وای بابا صد ساده زود باش نه قربونت بشم حواست زود باش برای نه یه بوس بفرستم الو سلام عشقم خوبی میگم از پشت تلفن میشه یکم ها کنی من اینجا سردمه وای آقا حامد پتو بیارم براتون آره پتو که بیاره عالی میشه یعنی واقعا اینجا تا کمر تو برف یخ میزنم الان یه چی هرگی داری شلر میای وسط سگ گرمای تابستون ما درز ما همه عرقه به خاطر یه دونه دوز دخترت اوا با هم نریز گیری زرت پرت نکن بیا برو عقب وایسه با عشقم دارم صحبت کنم خفه شو چی گفتی بابام راست میگه که تو لیاقت منو نداری من بابات نگفت میام خدمت رفتی کار چی خونه چی قسطا چی کار که حل میشه ولی اگه بخواد یه جوون از راه حلال پول در بیاره به این آسونی ها نمیتونه خونه بگیره بیایم به جای شعارهای مجازی یکم واقع بین باشیم یه پسر گناه نکرده که پسر شده داش مهدی چی کار کردی؟ بابا تو عاشق دختر شدی ما رو چشون میآوردی اینجا ما هم نقشه فرار چیدیم چه فرار کنیم آقا معلم تو چرا؟ بابا خدا لعنتشون کنه اینا با ما گفتن ما یه نقشه داریم مولا درزش نمیره خاک تو سرتون با این نقشه‌تون خب بابا من چیکار کنم گفتیم با قاشق بکنیم افتادیم پایین آخه بیشورا نفهما شما طبقه 3 بودین کندین افتادین طبقه 2 بابا من نقشه فرارمون رو از کمر حمید برداشتم بابا مگه فرار از زندان من تو کمرم گل رز زدم پس نقشه رو کجا گذاشته بودی؟ رو برگه من همیشه تو محاسباتم 2 سانت کم می آوردم این سری 2 طبقه کم آوردی نه شما به خاطر من ببخش سرکار تو یکی دهن تو ببند که صبح باید دور تا دور پادگان و سینه خیز بری من میدونم و تو قربونش برم شیشی خودم اینا رو دارم به شیشی خودم درست کنم برای سلامتی شیشی من یه صلوات به خودتون بفرستید خانوما اللهم صل علی محمد و محمد برای سلامتی بازم شیشی خودم دوباره یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد شیشی کیه؟ چی؟ شیشی من همه به خودشون میشناسن استوار دوم مهدی تبریزی نمیشناسم چه شکلیه؟ یه شیشوی قد بلند جذاب توتولی با موهای روشن چشمای قشنگ جذاب رئیس پادگانه به خودش میشینم میپاشم میذاریم برم داخل به شیشو کوکو سبزی درست کنم عاشق کوکو سبزیه ورود خانما ممنوعه چی میخوای خانم؟ بذار من برم تو به شیشوم غذا درست کنم نمیشه چرا نمیشه؟ غذا که نمیشه ولی بیا برو داخل شوهرتو ببین و بیا آخ دستت درد نکنه ممنونم خانم بلند صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد فرمسات دخترم اینجا قفسه بندی وکیلیه درسته؟ بله. اینجا همون جاییه که بزرگترین تولید کننده قفسه های صنعتیه بله و اقساط 2 ماهه داره راست میگن که قفسه های صنعتیه دست دومتون رو 18 قیمت بازار عرضه میکنین؟ بله 100%. شماره تماسشون رو بزنیم بزنی 0912 1700 1800 حفظ شده بریم قفسه های توالتمون رو به خودمون درست کنیم ما که نمیتونیم پول نداریم سوله بدیم قفسه های انباریمون خب بچه‌ها کی میدونه این چیه؟ ناموس ماست آفرین اسمش چیه؟ اسم ناموسمون رو جلو بقیه نمیگیم که بگیم ببینم
کی میدونه لگد تفنگ یعنی چی؟ میکال ساندروف هست، سازنده کلاشینکوف بود. بابا میخائیل دیگه کی اون کلاشینکوف بود؟ نه بابا اشتباه دارید میگید، میخائیل کلاشینکوف. بابا هرچی به اون لگد بزنی اونم لگد میزنه. خودت هم بعدا میفهمن چی گفتم. تو میتونی یه تانک نام ببری؟ آقا شوهرم دزگراغم. کی اینو بهت گفته؟ بابام گفته هر موقع شوهرم دزگراغم میاد خونمون میگه چه ای بابا این تانک اومد. کی میدونه برای خنثی کردن مین به چه ابزاری احتیاج هست؟ آقا خنثی کردن مین که ابزار نمیخواد، جیگر میخواد. کی میدونه میدون جنگ کجاست؟ خونه ما. وقتی ننم هم عممو دعوت کرده هم خالمو. تیر داری؟ تیر برای چی میخواد؟ جنگ شده. دارم. ولی یه سوال ازت میکنم، اگه تونستید بگی به تیر میدم. بفهم. 3 بار باید بگی تیر تو تیرکمون، تیرکمون تو تیر. 3 بار بگو ببینم. ای بابا تیر تو تیرکمون، تیر تو تیرکمون، تیرکمون تو تیر. شربتی به من بگو ببینم انگیزت برای خدمت اومدن چیه؟ آقا والا انگیزه رو نمیدونم، ولی بابام گفته برو اونجا قشنگ کار رو یاد بگیر بیا خودمون یه پادگان میزنیم. کی میدونه جنگ داخلی یعنی چی؟ آقا جان اگر جنسش نابی باشه بین اعضای بدن جنگ میشه، به این میگن جنگ داخلی. کی میدونه تو چه موقعیتی باید کاملا بی صدا و بی حرکت باشیم؟ آقا وقتی باباش بی هوا میاد تو. از کجا باید بفهمیم که مسیر رو گم کردیم؟ وقتی چشاتو باز کنی دور تا دور تا غریبه گرفته باشه یعنی مسیر تو اشتباه رفتی. داداش اینو الان باید 2 بار گوش بدیم؟ نه 3 بار بنویس سردر پادگان. خب بچه‌ها بگیم ببینم چه زمانی اجازه داریم که پست رو ترک کنیم؟ آقا هر موقع دستشویی داشته باشیم بریم. میدم 2 ماه اضافه خدمت برات بزنن که بدونی هیچ وقت نباید پست رو ترک کنی. آقا اگه ضروری باشه هم نمیشه پست رو ترک کنی؟ طاهر جان تو اصلا قرار نیست پست بدی که. ولی خب ساکت، خوب توجه کنی. این نارنجکه. اگر این زامنشو بکشیم فقط 5 ثانیه فرصت داریم که رهاش کنیم. میخوام بدونم کی میتونه بیاد امتحان کنه. باشو. آفرین بفرما. یادت نره 5 ثانیه. جناب واقعا فکر کردین اینجا اخراجات میزنم یکی بیاد بپره نارنجک؟ من اینجا به خودم پیپی کردم. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله، همه فس دنبال جمع کوله، معلمو ببین چه پایست و چقدر کوله. بیا تو مخ نمیره آقا جان، دیگه کلاس آخر آقا جان، نمره 20 کلاس رو نمیخوام، آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان. غذای هر روز ما شو برنج و عدسه، غذای هر روز ما شو برنج و عدسه، اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه، اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه. بخورم یا نخورم گوش نمیمونم، قدر آشنانمو حالا میدونم، قدر آشنانمو حالا میدونم. ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن، اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن، حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن، او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن، حالا هله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن، او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن، زنگ آخر.